This operation to regain control of Iraq's second largest city will likely continue for weeks. جنرال ستیون تاونسند فرمانده اپراسیون دژی داعش لسوریا و عراق آماجه بوی چنده کرد که هشت 3 بو 5,000 تروریستین داعش لناف باجر موسل دا ماینه کجلای هیزن عراقی و هاتین دور پیچ کرن. جنرال ستیون تاونسند دو گوتنت خدا با روزنامه‌وان را گهاند لدستپیک اپراسیون آزاد کرنا موسل هجمار تروریستین داعش به 3,000 تا 6,000 چکدارین تروریست هاتین هجمارتن. بلیل دیو زانین عمل لدمینوکا 3 بو 5,000 لموسل دا ماینه. د کنفرانسی که روزنامه‌وانی دا دگل آشتون کارتر و وزیر براوانی عراقی دا داخویانه که دا را گهاند. هیزن هف بشکن عراقی و هیزن پیشمرگه به پشتوانی هیز اسمار عراقی و هف پیمانان بردوام لسروان اپراسیونا بارزگار کرنا باجری جدست تیروریستین داعش. اپراسیون آزاد کرنا باجر موسل لهفده تشرین ایکی یا بوری دست پیکر بو حتی نوکا زیدتر جی 20 تاخین باجری تیروریستان هاتیه پاقش کرن. هرچند هیزن عراقی و هیزن پیشمرگی به پشتوانی آسمانی امریکا و راوشکاری هیزن امریکا لسر عردی جی چندین لاین و پیشرایب آراسته موسل دا کرینه. و اود دمکی دا سیتیمین دزگهن دجا تیرور عراقی لبزاوین رزنا 38 تاخین بش روشهلات وی باجرینه. روشهلات موسل حتی رادکی زور بروی بیبانک برفره دا وگریه کودچتا سر سنور سوریا و تیروستین داعش دشن بشیوه که سنوردار جوی بوناف موسل دا بهن. وجلای خوب حیدر عبادی سروک وزیر عراقی و فرمانده گشتی هیزن چکدار تأکید لسر کم کرنا هجمارا قربانی شر موسل و اکلای کرنا پروسا سربازی کرد. نویسنگا حیدر عبادی دراگهاندنه که دا آشکرا کرد که دا کمبونا دگل فرمانده سربازی و امنیا جورا آزاد کرنا موسل. حیدر عبادی سروک وزیران راگهاند. هیزن عراقی پابندن به پلانا بو هاتیه دارشتن و آرمان جوان که هبونا زیان گیانی و پاراستنا ولاتیانا. ولید که نزیک شر موسل دا اکلای بید. هروسا عبادی پسنا هیزن عراقی کرنا خاصمه او هیزن جپی خمد رزگا کرنا دورن زیادتر جباجر موسل بیکو آماجه به هیچ دمکی دیار کری بداد جباب دماهی که هاتنا شر رزگار کرنا موسل.